این برادر شهید که سنش 19 ساله بوده و تقریبا تا صنف 8 یا 9 را خوانده بود. بعد از اون به خاطر مشکلات خانواده نتوانست متاسفانه که در خواندن خود در درس خود ادامه بدهد. به خاطر که تنها نانآور خانواده اش بود، این درس را ترک میکند و در کارهای روزمره روزموزی مشغول می شود. در سخی در سال نو اونجا که با رفیقای خود چون سال نو است اونجا بشینند صحبت کند که متاسفانه در یک دفعه شنیدیم که رازق با چند نفر دیگه شهید شده. واقعا که این نه اینه که ما بگیم از خاطری که ما از کوچش هستیم، به همه مردم معلوم است، حتی دمی بچه های 8 ساله و 9 ساله معلوم است که رزاق از نگاه اخلاقی و از نگاه رفتار با همسایه با مردم واقعا یک بچه بسیار لایق و خوب بود.